واقعیت اینه که هیچ لحظه بزرگی پیش رو نیست. هیچ زندگی بهتری در انتظار ما نیست. این زندگی که الان داریم همون زندگیه که قرار زندگی کنی. این همون لحظه هستش که قرار نفس بکشی و این لحظه هر چی که هست همون تجربه‌ای هستش که باید تجربه کنی. همین طوری که هست، به همین شکلی که الان هست و زمانی که میپذیری که در لحظه حال هر چی که هست رو زندگی کنی، لحظه بعدیت هم به همین صورته، یعنی باز هم در لحظه حال زندگی میکنی. زمانی که تمرین میکنی این لحظه زندگی کردن رو با همه وجودت، زمانی که تمرین میکنی تو لحظه حال بودن رو، پذیرش رو، حضورت رو، لحظه بعدی دقیقاً به همین صورت برای تو پیش میاد. باز هم تو یاد گرفتی که زندگی رو واقعاً تو اون لحظه بعدی زندگی کنی، چون تو لحظه های قبل تمرینش کردی، تجربهش کردی. زندگی در لحظه حال رو، پذیرشت رو، و بنابراین لحظه های بعدی تو هم به همین صورت پر از حضورت در لحظه حال هست. اما اگر تو لحظه قبل تمرین کردی نپذیرفتن رو، تمرین کردی انتظار برای یه چیز بزرگتر رو، لحظه های بعد دقیقاً همون چیزی میشه که توی لحظه های قبل تمرین کردی، همون رو تجربه میکنی. بنابراین هیچ تضمینی وجود نداره که تو اگه امروز خوب زندگی نمی کنی، اگه امروز تو لحظه حال حضور نداری و نفس نمی کشی، زندگی رو واقعا زندگی نمی کنی با جون و دلت، لحظه بعدت بهتر بشه. چون نخواستی که در لحظه حال با همه وجودت باشی. هر جوری که این لحظه رو زندگی میکنی، زندگیت به همین صورت میشه. یعنی داری به خودت یاد میدی که کل زندگیت اینجوری باشه. همون جوری که امروز رو زندگی میکنی، یعنی داری کل زندگیت از این به بعد رو به همون صورت زندگی میکنی. زندگی اونقدر ترسناک نیست. زندگی یه چیزی نیستش که تو باید مراقب باشی، مدام مراقب باشی تا اتفاقی نیفته. زندگی یه رقصه، یه شوقه، یه جشنه که فرصت و این شانس و فرصت زندگی بهت داده شده که در این جشن با همه وجودت برقصی و شاد باشی.